أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب استحباب تبشیر و تهنیه بالخیر، یعنی باب درباره مستحب بودن خبری خوش رساندن و مژده دادن و تبریک گفتن در کارهای خیر. خب این باب آیاتش و یک حدیثش گرفتیم. حدیث دوم این باب رو میگیریم که حدیث 708 است. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه توضأ في بيته. میگوید که از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است انه توضأ في بيته. هر آینه ابو موسی اشعری میگه طهارت کرد در خانه اش. ثم خرج فقال، بعد برآمد و گفت لألزمن رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی حتما لازم میگیرم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را. یعنی که امروز تو بگه خود ما در خدمت پیغمبر قرار میتیم، پیغمبر امروز تو بگه ترک نمیکنم. به همین قصد میگه بعد طهارت کردن از خانهش برآمد ابو موسی اشعری. ولأکنن معه یوم هذا، و گفت که حتما می باشم همراه پیغمبر امروزم را، یعنی همین روزم را به پیغمبر می بخشم، یعنی از سر تو بگره به قدی پیغمبر می باشم. فجاء المسجد، پس میگه ابو موسی مسجد آمد. فسأل عن النبي صلی الله علیه و سلم فقالوا وجه ها هنا. پس میگه مسجد آمد و پرسان شد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پس گفتند که وجه ها هنا، یعنی رفت به همین طرف، یعنی اشارهش کردن که به همین طرف بر رفت. قال، اکنون ابو موسی اشعری میگوید که فخرجت على اثره اسأل عنه. پس میگه بر آمدم بر اثرش، بر پی پاش، اسأل عنه، یعنی میکافتم وی را، جستجو میکردم وی را. یعنی پی پا اون زمان دیگه با مثل امروزه نیست که بگیم راه های تازه باشد و تر و تازه باشد، بلکه خم و خاکی بود. میگه پی پا را نگاه کردم، میگه رفتم در جستجوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حتی دخل بئر عریسین، تا این که میگوید در آمدم در بئر عریس. بئر عریس یک بئر که در قریبی مدینه بود. فجلست عند البابی، پس میگوید نشستم در نزد در همین چاه عریس. حتی قضا رسول الله صلی الله علیه و سلم حاجته و توضأ، تا اینکه قضا یعنی قضای حاجت کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حاجته یعنی که برآورده کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم حاجتش، یعنی قضای حاجت کرد. و توضأ، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه طهارت کرد. فقمت الیه، پس میگه خستم و به نزد پیغمبر رفتم. وقتی پیغمبر خلاص کرد، طهارت کرد، بود کرد، میگه از دهنی در خستم نزد پیغمبر رفتم. فاذا هو قد جلس على بئر عریس، پس ناگهان دیدم که میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم واقعا نشسته است در لبی چاه عریس. در لبی چاه عریس رسول الله میگه شیشتگی بود. و توسط کفها، یعنی نشستگی بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین همون بینا. کف یعنی که همون بینایی که در گرد چاه میسازن، میگه همون خانه‌ای که در دروش چاه هست، یا همون دیواری که در دروش چاه هست، همون را کف میگن. و توسط یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشستگی بود در بین همون بینایی که چاه در درونش بود. و کشف عن ساقیه و دلاهما فی البئر، و میگه و کشف عن ساقیه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم کشف کرده بود، یعنی لیش کردگی بود، کشادگی بود. ساقیه یعنی که دو ساقی پایهایش رو، یعنی که بگیم بالا کردگی بود، هر چیزی که پوشیدگی بود. و دلهما فی البئر، و دلهما یعنی که آویزان کردگی بود، کشال کردگی بود هر دو پایهایش را در داخل همون چاه، یعنی پایهاش در درون چاه میگه آویزان بود.
فسلمت علیه، پس میگوید سلام دادم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. ثم انصرفت، بعد برگشتم. فجلست، یعنی سلام دادم، میگه پیش رفتم سلام دادم، با گشت اومد و بعد گجاره به دهنی داره. میگه فجلست عند البابی، اکنون میگه برگشتم اومدم نشستم در نزد در. فقلت، پس میگه خودم به خودم گفتم که لاکونن بواب رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفتم که حتما امروز دربان رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشم. بواب دربان میگن، بگم اخرانه، کسی که در دهنی در میستد به اجازت در اومدنی نمیموند. خب میگه که امروز اکنون دربان رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشم. فجاء ابو بکر رضی الله عنه، پس میگه آمد اندک بعد میگه حضرت ابوبکر رضی الله عنه اومد. فدفع الباب، پس در میگه تیله داد یا در زد بگیم. فقلت من هذا، میگه از داخل که وقتی که ابو موسی اشعری در دورون که بود میگه گفتم که کی هستی، یعنی کی هستی؟ فقال ابوبکر، میگه ابوبکر هستم. فقلت على رسلك، یعنی که ابو موسی اشعری حضرت ابوبکر گفت على رسلك، یعنی صبر کن، یعنی به حال خودت باش، یعنی که منتظر باش. ثم ذهبت فقلت، پس میگه رفتم نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفتم یا رسول الله هذا ابو بکر یستأذن، میگه گفتم که این ابو بکر است اجازتی داخل شدن میپرسد، اجازت پرسیده شده است که داخل شود. فقال، پس میگه رسول الله گفت که اذن له و بشره بالجنتی، میگه گفت که اجازتش بده حضرت ابوبکر را و بشره بالجنتی، یعنی بشارتش بده به جنت. ماشاءالله. فاقبلت، پس میگه برگشتم. حتی قلت لابی بکر، تا اینکه میگه گفتم ابوبکر رضی الله عنه را ادخل، یعنی بدرا، و رسول الله صلی الله علیه و سلم یبشرک بالجنتی، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشارت میدهد تو را به جنت. فدخل ابوبکر، پس میگه حضرت ابوبکر در آمد. جلس عن یمین النبی صلی الله علیه و سلم معه فی القف، پس میگه نشست همراهی رسول الله صلی الله، پس میگه نشست از طرفی راست پیغمبر صلی الله علیه و سلم، معه یعنی همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فی القف یعنی که در لب همون چاه، بگیم در لب همون داخل همون بینای چاه داد، در لب چاه میگه از طرف راست رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه حضرت ابوبکر نشست. و دل رجلیه فی البئر، و حضرت ابوبکر همچنین کشال کرد، آویزان کرد هر دو پایهایش را در چاه. کما صنع رسول الله صلی الله علیه و سلم، چطوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پایهاش آویزان بود، چطوری که پیغمبر کرده بود، ابوبکر هم عیناً میگه همون طور کرد. و کشف عن ساقیه، و حضرت ابوبکر میگه لچ کرد، یعنی که برهنه کرد، کشف کرد دو ساقی پایهایش را. ثم رجعت و جلست، ابو موسی اشعری میگه اکنون برگشتم و به جای خودم نزد در و نشستم. و قد ترکت اخی یتوضأ و یلحقنی، و واقعا میگه گذاشته بودم برادرم را، یعنی که وقتی که خونه برو معبود کو حضرت ابو موسی گفت که طهارت کردم از خونه برو اومدم، همون وقت میگه ابوبکر من در حالت گذاشته بودم که طهارت میکرد، یتوضأ و یلحقنی، یعنی گفته بودم که به من ملحق شود، یعنی از پشت من بیاید. من خودم آمدم میگه و برادر ما بگیم گفتم طهارت کن، یعنی از پشت من بیا. فقلت، پس میگه خودم به خودم گفتم این یرید الله بفلان، اگر خواسته باشد الله به فلانی، یرید اخو میگه برادرش میخواست، خیرا الله برای اون خیر خواستگی باشد، یاتی بهی، یعنی الله آن را می آورد، یعنی که پیغمبر اکنون در این جای بزرگ بشارت داده سه آدمای اومدگی را. ابو موسی اشعری میگه گفتم اگر که برای برادرم الله خیر خواسته باشد توفیقش میده که میاد از پشت من میآید. فاذا انسان یحرک الباب، پس ناگهان میگه شخص تکان میداد، میگه در را میزد در را. فقلت من هذا، میگه گفتم کی است این؟ فقال عمر بن الخطاب، میگه گفت عمر ابن خطاب است، یعنی که از پشت در جواب داد که عمر ابن خطاب است. فقلت على رسلك، پس من گفتم که منتظر باش، یعنی صبر کن. ثم جئت الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه آمدم نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم. فسلمت علیه،
میگه رسول الله را سلام دادم و قلت و گفتم که هذا عمر یستأذن، گفتم که این عمر است که اجازت میپرسد برای در آمدن. فقال اذن له، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اجازتش بده و بشره بالجنتی، اکنون باز بشارت بده حضرت عمر را برای اهل جنت بودنش. فجئت عمر، پس میگه آمدم نزد عمر رضی الله عنه. فقلت، پس میگه حضرت عمر را گفتم که اذن، یعنی که پیغمبر تو را اجازتی در آمدن داد، و یبشرک رسول الله صلی الله علیه و سلم بالجنتی، یعنی بشارت میدهد، مژده میدهد رسول الله صلی الله علیه و سلم تو را به جنت، یعنی تو را وعده جنت میدهد. فدخل، پس میگه حضرت عمرم در آمد. فجلس مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فی القف عن یساره، پس میگه نشست همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در داخل همون بینایی که در داخلش چاه بود، میگه عن یساری، از طرف چپی رسول الله شیشت، یعنی در طرف راست ابوبکر بود، این میگه از طرف چپش نشست. و دل رجلیه فی البئر، و حضرت عمر هم همچنین میگه آویزان کرد، کشال کرد پایهایش رو در چاه. ثم رجعت، ابو موسی اشعری میگه باز من برگشتم، یعنی گفتم که بواب میشم، یعنی که دربان رسول الله میشم، بگه باز من برگشتم در نزد در. فجلست، در نزد در نشستم. فقلت، گفتم این یرید الله بفلان خیرا یعنی اخاه یأتی به، میگه گفتم اگر که الله خواسته باشد به فلانی خیر را، یعنی برادرش در نظر دارد، یعنی برادرش گفته بود از پشت من بیا کو، یعنی انتظار است که برادرش که زودتر بیاید که رسول الله بشارت به جنت داده ایستاده است. یأتی به یعنی الله میآوردش اگر که براش خیر خواسته باشد. میگه فجاء انسان فحرك الباب، بعد میگه آمد انسان، آمد شخص، فحرك الباب یعنی که تکان داد در رو زد. فقلت من هذا، میگه گفتم کی هستین؟ فقال عثمان بن عفان، میگه گفت عثمان بن عفان است، یعنی سومین کس حضرت عثمان آمد. فقلت على رسلك، میگه گفتم که صبر کن، یعنی منتظر باش. و جئت النبی صلی الله علیه و سلم، میگه آمدم نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم. فاخبرته فقال، پس میگه خبرش دادم، یعنی که از آمدن حضرت عثمان. فقال، پس میگه که پیغمبر گفت که اذن له و بشره بالجنتی، یعنی اجازتش بده وی را و بشارتی به جنتش بده. ببین اکنون حضرت ابوبکر ده یگان چیز نگفت، فقط بشارتی به جنت خلاص. حضرت عمر ده همچنین، اما حضرت عثمان ده چی گفت؟ و بشره بالجنتی مع بلوى تصیبه، یعنی که حضرت حضرت عثمان را بشارت به جنت بده به خاطر یعنی همراه مشکلات و مصیبت هایی که تصیبه حضرت عثمان را گرفتار میکند. یعنی که این یکی از معجزهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که همچنین خبر داد که حضرت عثمان بالای سرش بسیار مشکلات زیاد میآید. از این حساب پیغمبر گفت یعنی با اون مشکلات و وزمینی ها و پرابلم هایی که حضرت عثمان رضی الله عنه گرفتار می شود، با وجود اون بشارتش بده بچه به جنت. فجئت فقلت، پس ابو موسی اشعری میگه که آمدم و گفتم ادخل بدرا و یبشرک رسول الله صلی الله علیه و سلم بالجنت مع بلوى تصیبک، میگه گفتم که بشارت میدهد تو را پیغمبر صلی الله علیه و سلم به جنت با اون مشکلات و مصیبت هایی که تصیبک، یعنی تو را گرفتار میکند، اون مشکلات اون پرابلم ها بالای سرت میاد، با وجود اون تو را رسول الله صلی الله علیه و سلم بشارتی به جنتت میدهد. فدخل، پس میگه در آمد حضرت عثمان. فوجد القف قد ملئ، پس دید همون قف را، یعنی که همون بگیم چاه را، یا که بینایی که در گرد چاه چی کردگی بود، ساختگی را، قف قد ملئ، واقعا پر شدگی بود، یعنی جای شیشتن دیگر در اونجا نبود. فجلس وجاههم من الشق الاخر، پس میگه نشست حضرت عثمان رضی الله عنه وجاههم، یعنی در روپروی این سه نفر، یعنی حضرت پیغمبر و حضرت ابوبکر و حضرت عمر، در روپروی این سه نفر من شق الاخر، از طرف دیگر نشست، یعنی در روپروشان نشست. خب این حدیث متفق علیه است. قال سعید بن مسیب، سعید بن مسیب میگوید که فاولتها قبورهم، یعنی که پس من
فاولتها، پس میگه من تفسیر کردم این را به قبرهایشان. یعنی چخیل نشستن، یعنی که از طرف راست چخیل قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست عینه نموخید، یعنی که از طرف دست راست ابوبکر، از طرف دست چپ حضرت عمر و در بین حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. برای میگه فاولتها قبورهم، فاولت یعنی تفسیر کردم من همین قصه را، همین واقعه شدگی است با قبرهایشان که قبرهاشون واقعا همین طور است. و زاد فی روایتین، و در یک روایت دیگر هم آمدگی است و امرنی رسول الله صلی الله علیه و سلم به حفظ الباب، میگه که حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه میگه که امر کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم من را برای نگاهبانی در. اونجا گفت که من خودم بگم این را طلب کردم. کو در روایت دیگه میگه پیغمبر مرا امر کرد برای دربان شدن. میگم و فیها، و میگه در انا همون روایتی که گفته که پیغمبر مرا امر کرد در دهنی در بیستم، در همون روایت در آخرش در حضرت عثمان میگه اومده است که ان عثمان حين بشره حمد الله تعالی. وقتی که عثمان را میگه هر آینه عثمان رضی الله عنه وقتی که بشارتش داد به جنت حمد الله تعالی، یعنی حمد الله را گفت الحمدلله، ثم قال، بعد میگه گفت الله المستعان، یعنی از الله تبارک و تعالی یاری میخواهم. یعنی گفت مشکلات و پرابلم ها بالای سرش میآید. بعد گفت در اکنون برای مشکلات و برای این پرابلم ها از الله تبارک و تعالی کمک میخواهم که یاردم کند. اما برای بشارت به جنت دادن گفت الحمدلله، یعنی حمد الله الحمدلله گفت، حمد الله تبارک و تعالی را گفت. خب این است حدیث 708 و حدیث طولانی که خودش یک درس را تشکیل کرد. با همین درس امروزه را به پایان میرسونیم. حدیث 709 را ان شاء الله درس آینده. و در این حدیث، یعنی که این حدیث به باب ما و شما چی دخالت دارد؟ یعنی که بشارت دادن و تبریک کردن به کاری خیر. یعنی که وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابو موسی اشعری را خبر داد که ابوبکر را بشارت به جنت دادم، اومده خبرش کرد و حضرت عثمان را همچنین، حضرت ابوبکر را همچنین. برای همین خاطر این برای چی است؟ بشارت دادن و مژده دادن یا تبریک کردن در کارهای خیر. این است درس امروزمون. درس امروزه به همین به پایان. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.